السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که همه شما خوب هستین و ویدیو ما سر میشه با سحر روز تکودکورا مقطع سعدی بردیستم من سلیمان که به نغمه نمیره راه ده بوزی کرده کچه ایسه میشه پا اوسه میشه پا تیرما کشیده درساشونده ای بار کار چروس میکنیم بچه‌ام دستشون پاکت برای باگ جمع کار گرفت این درخت ببین چه زرد خشرو بهار میشه میگه درخت‌ها سبز خشرو شده بود تیرما میشه زردی رو میبینی و زردی رو خشرو چه روز من بدریم مکتب رفتم هر روز میترم بدریم مکتب میرم مکتب خونه رو میمونم و میگذارم پره مکتب صدیقه و صدیق خونشا بیا جان احمد جان بیا ایدیستو و ایره بینید رفتیم احمد جان پرکلین تو آورده احمد جان خودش را حکایت چیدن بیاریش دیگه در خچوق نمیسته رح بردم میگه بیا رفتیم احمد جان احمد جان احمد جان ما در ورچرت شدگین پرکدین تده همیسته در پیش یک جو میگرده هی ما پیش دختر برو اومدیم و خونه میریم وایسته احمد بیا رفتیم اما چی را میرسه این ما پیش دکتر برو اومدیم احمد جون به حد غم داد یک جونا میسته در قچاقت میگیری میفرویه رح میگرده چی کابینت هویا میره خبرش میگیره یک دنیا نپراولینی مو بودن یک ساله میشه همین ماه انا چخیلی که در یک ماهگیش همه دخترو را که گذاشتیم نیرولگ خیرورگ اوزی و همه چی که گذاشته گفتیم در یک ماهگیش انا دیزم در یک سالگی هوایی را با ایسر میگذاشته میگم بچه من سوز یکم شکایت ندارم میگه یکم شکایت هم که نداشته باشی باید که بگذاری خیلی تو مایله از یک دنیا نپراولینی داد روسی گفت ساعتاش نگاه نکردم ای روی که غم داد شکوش برای که کلی میبروری وزنش هم میبینن و قدش هم میبینن هم شکوش تیس پشونده سبدم نگاه نکردم کدام چیزا خونه میریم از خبر میگیریم ای پگه باشه سرش میکنیم آمدن رفتن تویستون نغزکی تنگ میپشتیز میبروی نه قده ای خنکی دا قینشید پشوندم احمد جان یا خودیگان این پارک ببینید چه ریخته
باز مکتب میریم یا برا بچه‌مو میگیرم و میرم خونه. بچه کلنیم روز در پدیلونکا موند. گفتم برم و گیرم بیام خونه دمونم برام که دیر میشید. گفتم که ای دکتر که برآمدم با میرم میگیرم. خوابند یا مستند یا دیوانه، گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه، گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو، گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه، گفت یا. دوستان عزیز، من امروز کمتر کیکس تیار میکنم برای خوردن کودک‌ها. 5 تا تخم گرفتم، 1 استکان روغن سیمچکا، 1 استکان شکر، 1 استکان کفیر، 1 ترازی خیتل і орда бо худат ба чишма нигаҳ мекунӣ ки вай ғавсиша. دوستان عزیز، من خمیر کیک تیار کردم. کمتر این شکلات گرفتم اینجا. کدادر نوش شکلات کن چخه میویا. کمتر وارنی زردولو. نیده بریزیم برای کیکسا. این аппаратака якум уш истифода мебарам. И барои нами кекса ки ба қушуқ мерезӣ дар лавош лав даҳани ҳамин холабак ҷазир нашавад. се-чор таи шоколадҳои кондитерския буда болош камака дига бирезам. ба фикрам бисёр рехтам, чун ина камтаре дам мекуна, ила даҳани берун наброя. дар инаи розивию ину фармоно шоколад кардам. инаи сирхак зард инуда вай кардам. варенӣ мекунам, камтар варении зардолу кучхе меояд. кам кам рехтам, зай болош бомерезам хамир.
این همه شپر کردم، یک فلش بسیار کردم. اگر پدیوم نکنه لواش نریزه نمیتونم. دخوفکا در تمپراتور 180 میمونیم. باز میبینیم چند مینوت تیار میشه. این کیکسمون تیار شده. یکی نیش پدیوم نداده. کم اومده اگر چون خمیرش اینوش پدیوم کرده گیا. بازی میچشیم اینوش شکلات داره، اینوش وارینی او میکشویده. دوستان عزیز، امروز رسیپی که من کردم اینی مقدار کیکس شد. این قشا گل دوختم بولوشتا. این قدیگشا بیگل. درونشو شکلات داره. کمتر وارینی نمیت اومد. با وارینی خشرونوانی که تا میخریم ازش خشروان تا پچقک اومدن. بعد موندگیش همش شکلات کردگیم. مزهشون هم خشرو اومده. خنک شد کودکو علاقه خوردن. من کم تاشه گرفتم بولوشو کراشینی کردم. بو برای کودکو که بخرن معقولشو میشه گلدار. ای بیگلوش خیلی خورده. کو فکرای خودتون در کامنتاری بنویسید دوستان عزیز. چه خیلی اومده با شما باهاتین تماشا بینید. دوستان عزیز این کلیپ شما میبینید از تعلیم پدر ما پدر موادشون بگیاد سیکه در بیسی حاضر وقتی سیکه در کار میکره سیکه وادش بزنه وادش ما گرده حالینده تحت سیکه شنون بسیار گلپشرو تو حاضره نگهتون چخیلی میکنه تو حوصه باید نکنه خنک کلوش نمیریزه بستنیم باشی نگهبانم سیون کرمانه خیلی شکلی کردی خبر دارم خواستم که در خاکی پایت را به چشمم سیدم ای پدر جانم از همه